بچه سلام، خوبین؟ اومدیم با لایو شاهنامه. فقط قبل اینکه شروع کنم بچه های ادمین همتون سلام، مخلصم. بچه های ادمین خواهش میکنم وقتی که من دارم شاهنامه حداقل سر داستان شاهنامه دارم تعریف میکنم، شما دیگه با هم دیگه صحبت نکنید، یه ذره کمتر چیز کنید، بیشتر تمرکز بره برای خود داستان شاهنامه. تو لایو بعدی که دیگه آزاد، همه چی آزاد. و دمتونم گرم، مرسی از این بابت. این اومدنتون بودنتون بهم خیلی دلگرمی میده و امیدوارم که بتونیم با هم دیگه این شاهنامه رو به درستی بریم جلو. و فرو جان سلام عزیز، بریم جلو و بدون کم و کاتی داشته باشیم. الانم 4-5 تا هستین، 4 تاشون ادمینن، یه 2 تا کنید، الان باید 4-5 تا لایک رو داشته باشیم. حالا یه تعداد بره بالا، یه به 10 نفر برسیم، من استارت لایو رو میزنم. حالا دیگه خدا بزرگ. چجوری رفتی پس نشستی آخه شا؟ خب بچه ها، ما یه مرور کوتاهی داشته باشیم به شاهنامه، بد نیست. الان قسمت 7 خان اسفندیاری و دیدیم که گشتاس برای اینکه پادشاهی رو به پسرش اسفندیار نده چقدر معما و چقدر سنگ جلو پاش انداخت. آخرین سنگی هم که داره میندازه و ما اینجا داستان رسیدیم 7 خانیه که اسفندیار داره شروع میکنه. حالا چرا 7 خانه؟ به خاطر اینکه گفته خواهرانت رو هما و بهافرین رو تورانیان اسیر کردن و تو باید بری اونا رو نجات بدی، که باعث میشه که گرگسار رو که اسیر کرده بود ازش یه سوالی بپرسه، بگه آقا این مسیر کدوم ور درسته کدوم ور غلطه، چجوری باید برسیم به اون روین دژ تورانیان و ارجاس. که گرگاس وقتی که بهش شراب میدن بهش میگه آقا، بهش میگه که یه راه از 3 ماهه، یه راه از 2 ماه، یه راه از 7 روزه، ولی این 7 روز پر از جادوگر و اژدها و اینجور چیزاست که حالا ندیدید برید لایو قبلی رو ببینید و متوجه جریان میشید. ما تا اینجا پیش رفتیم که خان ششم و اون بیابان رو اسفندیار رد کرده بوده و رسیده به رویندژ و حالا از اینجا داستان به بعد ما قصه رویندژ رو داریم و میخوام ببینیم که آقا چی میشه پایان این قضیه. یه نکته ای هم که بوده، من لایو قبلی هم که گفتم سر داستان 7 خان بهتون گفتم هیچ گونه اشاره‌ای فردوسی به 7 خان رستم نکرده، ولی اینجا مستقیما داره هی تکرار میکنه که این 7 خان اسفندیاره، 7 خان اسفندیار خواهد بود این، و اون به مرور زمانی که بهش 7 خان رستم رو لقب دادم. و این دوتا داستان خیلی شبیه همه. شما برید 7 خان رستم لایوش رو ببینید و 7 خان اسفندیار هم ببینید، خیلی نکات شبیه هم داره و فردوسی عاشق این بوده که با ریز نکات یه سری چیزا رو بفهمونه. ما تو 7 خان اسفندیار متوجه شدیم وقتی که این دوتا گرگ رو میکشه در اصل از پدر خودش عبور میکنه، پدر خودش که یک گرگ رو کشته بود و یک اژدها رو کشته بود، اسفندیار 2 گرگ رو میکشه و یک اژدهای بزرگتر رو میکشه.
و ققنوسی رو شکست میده که خب حالا بهش میرسیم در ادامه ماجرا. حالا رسیده به رویندژ و اینجا آقای گرگسار رو یا گرگاسم یا گرگسار رو کشته به خاطر اینکه گرگسار بهشون خیانت کرده، دروغ گفته بهش و الان اینجا قضیه که بیرون رویندژ هستن و دارن نقشه میکشن که چجوری برن داخل. همونطوری که میدونید یعنی گفتیم دور این رویندژ یک خندقی کشیدن که توش آب جریان داره و دیوارهاش از سنگه، از خش نیست که اینا بتونن دوباره مثل داستانهای قبل، مثل پادشاههای قبل که آتیش زدن و اون خش رو سست کردن و خش رو شکوندن و نفوذ کردن، عین اون نیست و از سنگه. پس گزینه آتش و اینا منتفی، دیواراش هم اونقدی بلند هست که اینا نتونن برن و شبیخون بزنن. پس آقای اسفندیار با جاماسب، همون کسی که بهتون گفتم حالا مأمن حالا تنهایی های این پادشاه هست، با اونا مشورت میکنه و پژیور داداشش هم هست و اینا، میگه ما چجوری بریم به نظر تو این داستانا. همه میگن که آقا دیگه فکر نکنم بتونیم نفوذ کنیم، دیگه بهتره که همینجا دست نگه داریم. که آقای اسفندیار برمیگرده میگه که نه آقا دست نگه داریم چیه، ما باید بریم داخل. یه نقشه ای میکشه. اون نقشه چیه؟ حالا خانه هفتم خود رویندژ دیگه. اون نقشه اینه که آقا من به شکل یک تاجر میرم داخل، یه 100 تا از این سربازا رو با خودم میبرم، یه عده‌ای هم داخل جعبه ها قایم میشن، ما میریم داخل قلعه و دژ، یک سری انعام و هدایا برای آقای ارجاس میبریم و اعتمادش رو جلب میکنیم که ما تاجر هستیم و میریم داخل. خلاصه این داستان پیش میاد و اینا لباسای مبدل میپوشن، یه 100-120 نفر هم همراهش میرن این کاروان و یه تعدادی از سربازها رو توی جعبه های بزرگی میذارن و از این قرار ماجرا میره که اگر هم ازشون پرسیدن شما از کجا اومدین، میگه آقا من نصف ایرانی و نصف تورانی هم، پدرم تورانیه مادرم ایرانیه، من بین دو کشور سفر میکنم و تاجرم. خب اینا شب رو سپری میکنن. خب همینطوری که میدونید دیگه اونجا اون بیدر و پیکر نیست که، اون دژ هم یک سری نگهبان داره و میبینن که یک سری لشکر بیرون هست و خب خبر رسیدن این لشکر به گوش ارجاس رسیده. ارجاس دستور میده و اون شبی که اینا در حال میگساری و اینا هن، نگهبان ها میان بهش میگن آقای ارجاس بیا لشکری اومده نزدیک ماست و این داستانا، نمیدونیم باید چیکار کنیم، یه چند روز دیگه امکان داره با ما برسن. این مطمئن نیستن که این لشکر اسفندیار و میگن که آقا احتمالاً لشکر اسفندیاره و اومده بهمون داره حمله میکنه. که ارجاس در حالت مستی بوده. همون تایم این تیم اسفندیار وارد دژ میشن و درخواست ورود میکنن و همه سربازا میگن تو کی هستی؟ منو ببرید پیش پادشاهتون، من کلی براش هدایا و تحفه آوردم، من تاجرم و اومدم تجارت کنم. این کلک رشتی که آقای اسفندیار میزنه از نبوغشه. حالا جلوتر به این بلوغش میرسیم ولی خب از تقدیر نمیشه فرار کرد. خلاص آقای اسفندیار وارد دژ میشه، میبرنش پیش ارجاس. ارجاس برمیگرد میگه تو کی؟ تو رو سننه؟ نه تو رو سننه چیه؟ تو کیم دی؟ اون میگه آقا من آشنا هم، من نصف تورانی نصف ایرانی هم، اومدم برای تجارت و اینم هدایایی که من براتون آوردم، یه سری طلا و اینا بهش میده. ارجاس هم مست بوده و خیلی خوشحال بوده. اون هدایا دریافت میکنه و دستور میده که آقا به اینا یه غرفه بدن که اینا برن اونجا توی کاروانسرا بمونن و یه غرفه تجارت داشته باشن که بتونن تجارتشون انجام بدن. از اونور بهش خبر دادن که این سپاه اون بیرونه دیگه. ارجاس هم میگه آقا برید بکشید، همه رو بکشید، هیچ رحمی هم در کار نخواهد بود و میره به اتاقش. آقای اسفندیار که خب دیگه نقشش تا اینجا قضیه اوکی شده، برمیگرده به کاروان و نیمه شب تصمیم میگیره که این شبیخون رو عملی کنه.
این گروه رو که با خودش برده جعبه ها رو باز میکنن، این سربازا میان بیرون. این گروه رو به 3 دسته تقسیم میکنه. یک دسته کسایی که اونجا باید بمونن، دسته دوم کسایی که باید نگهبانی بدن و دسته سوم کسایی هستن که باید با خودش وارد کاخ بشن، یعنی بتونن اون حرکت چیریکی رو انجام بدن. اون چیریکی ها رو با خودش میبره، بقیه رو میذاره نگهبانی بدن و یه سری ها رو میذاره دم در که آقا اگه اومدن سریع بتونن خارج بشن اگه به مشکل خوردن. خودش وارد کاخ میشه، میره اونجایی که خواهراش بودن، یعنی سربازا رو یکی یکی میکشه، خیلی مخفیانه، سر مخفی میره داخل. اون جایی که خواهراش هستن میره و هما و بهافرین رو پیدا میکنه و بهشون میگه که آقا با این 2 تا سرباز برید به سمت کاروان، من یه کار نیمه تمام دارم باید اونو انجام بدم. اونا رو راهی میکنه به سمت کاروان و میگه که آقا اگه مثلا ما چند دقیقه دیگه نیومدیم زنگ بزن 110. نه شوخی کردم، یعنی اگه ما چند دقیقه دیگه نیومدیم برو به سمت بیرون و فرار کن و جون خودتو نجات بده، برو به سمت ایران. خودش داره همه رو میکشه و میره جلو. این صدای این هیاهو و اینکه یه نفر نفوذ کرده داخل کاخ آقای ارجاس رو بیدار میکنه. آقای ارجاس اینقدر که مست بوده در حالت مستی میخواد و اصلا هنوزم گیج و منگه که آقای ارجاس میاد بیرون، میاد چه خبره. آقای اسفندیار عزیز میاد و ارجاس رو میکشه و سرش رو میبره و اینجا خانه هفتمش رو همینجا به پایان رسونده. آقای ارجاس این کارو که میکنه به سرعت از کاخ خارج میشه و به سمت ایران برمیگرده. خب همونطور که میدونید این کار رو کرده به خاطر این بوده که پدرش بهش گفته بود که آقا تو اگه این کار رو بکنی من تخت پادشاهیمو بهت میدم و تو میشی پادشاه ایران. این کار نیمه تمام باقی مونده که اینا وقتی میرن داخل کاخ ایران برمیگردن یه جشنی برگزار میکنن، همه مست و شادمان و آقای اسفندیار همچنان منتظری که پدر ایشون رو به عنوان پادشاه اعلام کنه. من فقط یه نکته اینجا بگم. آقای دقیقی همونجور که بهتون گفتم 1000 بیت اول رو آقای دقیقی گفتن ماجرای اسفندیار و اونجا اگه یادتون باشه سر جنگ ایران و توران آقای گشتاسب اعلام کرده بود که هما رو اگه اشتباه نکنم دختر خودش رو به عقد آقای اسفندیار در آورده. خب و آقای دقیقی خیلی اینو تاکید داشت، ولی آقای فردوسی عزیز هیچ گونه اشاره‌ای به این که این 2 نفر با هم دیگه همسر هستن یا نه نمیکنه و این یک معمای خیلی بزرگ توی شاهنامه است که هنوزم حل شده و شاید هم هرگز حل نشود. خیلی ها معتقدن که آقای دقیقی اینو گفته درسته، خیلی هم میگن که نه آقا یه هم چیزی نیست، اصلا چه نیازیه، چون دختر پادشاه رو هر کی بگیره علاوه بر اون دختر پادشاه بودن در اصل حرکت سیاسیه و کسی که اون دختر رو باش ازدواج میکنه قاعدتاً وارث پادشاهه. خب آقای اسفندیار نیازی به این جریان نداشته چون هم پسر بزرگ پادشاه است هم ولیعهده و اصلا نیازی نداره بخواد حتما با خواهرش ازدواج کنه که اون قدرت رو داشته باشه. پس اینجا یه ذره گنگه و آقای دقیقی و آقای فردوسی دو تا دیدگاه متفاوت دارن اصلا دیگه. و اونجا هم بهتون گفته بودم سر اون مبارزه گفتم آقا اونجا صحبت از این بود که پادشاهی رو بهت بدم. دفعه اول دخترش رو می‌خواست بده و کسی قبول نکرد، دفعه دوم گفت پادشاهی که اسفندیار بلند شد برای جنگ. اینجا هم خواستم این نکته رو بهتون بگم که آقای فردوسی هم این نکته رو اشاره نمی‌کنه و این جریان گنگ خواهد بود و ما میذاریم پایین که مصرف نکردم آخه مردک در ماشینا بسته است به خاطر اینکه صدا وارد نشه شما اذیت نشید، هم که اینجا بارون زده یه گرمایی داره. فازتون چی؟ بگذاریم، من اصلا نباید اون کامنت ها رو نگاه کنم. من کامنت رو ببندم فقط. و اینکه آره چی داشتم میگفت؟ آره خواستم اینو بهتون بگم که 2 دیدگاه متفاوته و اصلا معلوم نیست که این جریان کدومش درسته. خب تو زمان زرتشتی ازدواج محارم بوده، ازدواج با خاله و عمه و دایی و اینا بوده، ولی خب اینجا هیچ گونه اشاره‌ای بهش نمیشه.
پس آقای اسفندیار خواهراشو نجات داده، برده به سمت کاخ ایران و میرسن توی کاخ و یک جشن و سروری برپا میشه. اندی شروع میکنه خوندن و اونا هم شروع میکنن به میگساری و مست کردن. اسفندیار اونجا خیلی منتظر بوده که آقای گشتاس بالاخره این پادشاهی رو اعلام کنه که آقای گشتاس باز هم با کمال بیخیالی میگه از رشادتات بگو، این چند روزی که رفتی اومدی بگو از کجا فلان، که آقای اسفندیار میگه بمونه برای بعد به حالت قهر کاخ رو ترک میکنه و میره پیش مادر خودش. به شدت هم عصبانی بود چرا پدر من به جای اینکه بیاد بگه از این به بعد شما پادشاهی، بازم داره بهم یا از رفت آمدت به من بگو، من نیازی ندارم از رفت آمد بهت بگم. خلاصه میره پیش مادرش و اونجا کلی گلگی میکنه که آقا آره پدر من منو گیر آورده و فلان و این همه گفته فلان کارو بکن من کردم، گفته بسار کارو بکن من کردم، گفته برو اینجا رو فتح کن من فتح کردم، گفته برو اونجا رو فتح کن من فتح کردم، ارجاس رو رفتم تو دل توران شکست دادم، سرش رو بریدم، همه این افتخارها رو به خاطر آقای گشتاس پدرم انجام دادم، دیگه باید چیکار میکردم که نکردم. خیلی عصبانی و شاکی بوده که مادرم میاد برمیگرده میگه پسرم تو ولیعهد هستی دیگه، خیالت راحت باشه. ولیعهد هستی دیگه آقا، خیالت راحت باشه، چه کاریه، حتما میخوای بری تو روی بابات واستی. چون اسفندیار برگشت شد گفت من کاری ندارم، من صبحم تو روش میگم یا این تکلیف من روشن کنی پادشاهی بهم بده. که مادره وقتی اینو میگه یو اسفندیار که آدم خیلی آروم و با سیاستی بوده از سر خشم به مادرش نهیبی میزنه، میگه راست آقا به زنا نباید هیچی بگی، زنا عقل ندارن، ببخشید دور ازشون، زنا عقل ندارن، هر چی بهشون میگه یه چیز دیگه میگن و این داستانا. پس راست این ماجرا، من دارم چی میگم؟ نه من دارم چی میگم به تو، داری چی جواب منو میدی این داستان. ولی ته دلش این حرف مادر یه تأثیری بهش میذاره. چرا؟ چون فردا که گفته بود من فردا صبح میرم تکلیف روشن میکنم، فردا نمیره پیش گشتاس، پس فرداییش هم نمیره پیش گشتاس. آقای گشتاس با جاماس یک مشورتی میکنه. جاماس همون پیشگویی بوده که اینا خیلی قبولش داشتن، همون پیشگویی که مرگ ضریر رو پیش بینی کرده. به آقای جاماس میگه آقای جاماس بیا اینجا، میگه یه دونه این آینده آقای اسفندیار پسرمو به من بگو، آینده این کاخو به من بگو، این ستارگان چی دیدن. جاماس میگه ای کاش من میمردم این روز رو نمیدیدم که بخوام این داستان رو برات تعریف کنم. میگه چه داستانی آقا به من بگو دیگه. میگه آقا سوالش اینجوری نبود، میگه آقای اسفندیار پسر من در جنگ میمیره، یعنی یک آدم بزرگی اینو میکشه، یا نه توی زندگی عادیش روی تخت پادشاهی میمیره، به عمر طبیعی میمیره. که آقای جاماس میگه که کاش من میمردم و این روز رو نمیدیدم، این بخت و اقبال رو بهت نمیگفتم، این ماجرا رو برات تعریف نمیکردم. میگه چیه بگو خب. میگه که آره توی نبرد میمیره و خیلی هم بد میمیره. که آقای گشتاس برمیگرد میگه چرا، مگه کی اینو میکشه، قاتلش کیه؟ که آقای جاماس برمیگرده میگه رستم دستان تهمتن توی یک مبارزه ای آقای اسفندیار رو میکشه. حالا این دو نفر یه عزاداری ریزی که دارن میکنن، گشتاس اصلا از این قضیه ناراحت نیست که پسرش قراره به دست رستم کشته بشه اصلا. و دو تا نکته هست اینجا. یکی این که میپرسه آقا این چجوری کشته میشه، اصلا نمیپرسه آقا این به تخت پادشاهی میشینه یا نه، یعنی اگه بشینه چی میشه. و وقتی هم که اون میگه به دست کشته میشه، اون نگران این نیست که آقا چی میشه، میگه کی اینو میکشه. اونم میگه تهمتن اینو میکشه، یعنی رستم دستان اینو میکشه. آقای گشتاس بازم طبق معمول یه نقشه زیر سر داره و این غرور و خودخواهی و این حرص قدرت نمیذاره که گشتاس درست تصمیم بگیره. برمیگرده یه سوالی میکنه که این سوال خودش یکی به نل یکی به میخه. میگه آقا اگه من پادشاهی رو به آقای اسفندیار بدم تقدیرش عوض میشه؟ ببین اینو میخواست مطمئن شه از جریان. که آقای جاماس میگه نه،
تقدیر رو نمیشه گول زد. مگه تقدیر مثلا پلی استیشن سگاه؟ مگه از یه محله دیگه بنازی بری قارچخور نیست که راه مخفی بزنی. تقدیر تو نوشته شده و تقدیر آقای اسفندیار اینجوری که به دست آقای رستم کشته میشه. آقای گشتاسپ میگه که آقا اسفندیار رو بگید بیاد. اسفندیار وارد صحن کاخ میشه و میره پیش پدرش تعظیم میکنه و ابراز ناراحتیش رو میگه و میگه که آقا پدر من، دیگه من چی باید میکردم برای تو که نکردم؟ من که این همه کار برای تو کردم، من که این همه افتخار برای تو کسب کردم، دیگه چی کار باید میکردم که نکردم؟ تو هر کیو گفتی بکش کشتم، هر جا گفتی برو رفتم، قراره دیگه من چی کار بکنم تو به من پادشاهی رو بدی؟ از اونور آقای گشتاسپ برمیگرده میگه ببین پسر جان، ببین بابا جان عزیز من، ما از زمان کیخسرو با زال و رستم مشکل داشتیم. چرا؟ چون اگه یادتون باشه تو زمان کیخسرو وقتی میخواست به لهراسپ خاندان جدیدی این پادشاهی رو بده، کیخسرو برگشت بود گفت آقا لهراسپ، که همه اعتراض کردن. خود زال پدر رستم هم برگشت به کیخسرو گفت آقا این لهراسپیه، ما اصلا لهراسپ نمیشناسیم، باید خاندان توی خودمون بمونه. این داستانا میگه اینا از همون موقع با ما مشکل داشتن، الان هم وقتی بخوام پادشاهی رو به تو بدم اونا اصلا پادشاهی ما رو قبول ندارن. ما فقط یک راه داریم، اونم اینه که اینا رو نابود کنیم، نه فقط رستم، کل خاندانشون رو نابود کنیم و تو اگه اینا رو شکست بدی پادشاهی رو میدم بهت. یعنی اینجا دیگه علنا معلوم شده که گشتاسپ قصد جون پسرش رو کرده، فقط و فقط به خاطر تخت پادشاهی. اسفندیار اونجا متوجه میشه این داستانو، متوجه میشه که آقا بابای دیگه میخواد کلکو بکنه. برمیگرده بهش میگه که پدر عزیز دل، شما من مطمئنم که میخوای منو بکشی، اگه به من باشه من این سفر رو نمیرم. و قبلش میگه که پدر من، ما تو دوران کیخسرو وقتی که آقای کیخسرو داشت میرفت به همه یک سری پادشاهی کوچیک داد، یعنی یک سری شهرها داد. اون زابلستانو داده به خانواده زال و رستم و اونا اونجا دارن پادشاهی میکنن، هیچ مشکلی نداره. اگه ما بخوایم به اونا حمله کنیم، اونا رو بکشیم، در اصل زیر عهدنامه‌ای که همه کشور دارن اجرا میکنن زدیم و این خودش خراب میکنه قضیه رو و این برای ما بده و این برای ما بد خواهد بود. که آقای گشتاسپ شروع میکنه به بهانه آوردن و میگه که چرت و پرت چرا میگی؟ مگه یادت نیست کیکاووس، همون پدر کیخسرو، مگه یاد نیست کیکاووس احمق به تختش عقاب بسته بود رفته بود بالا افتاده بود پایین؟ مگه یاد نیست فلان گندو زده بود؟ مگه یاد نیست بسار گندو زده بود؟ اون اصلا پادشاهیش، اون یه آدمیه که اصلا نه عقل و شعور داشت نه درایت داشت، پس اونو هیچ جوره اونو هیچکی به حساب نمیاره. پس اون تعهدنامه‌ای هم که اون نوشته هیچ اهمیتی نداره. که اینجا بازم آقای اسفندیار میگه که آقا من که میدونم میخوای منو بکشی، به من باشه من نمیرم، میرم زندگیمو میکنم، پادشاهی هم نمیخوام، چون میدونم اگه برم کشته میشم، ولی بازم تو پادشاهی، دستور تو رو اطاعت میکنم. میگه خب باشه، پس برو یک لشکری مهیا کن و با اون لشکر برو به زابلستان. که اونجا کیخسرو اعلام میکنه که آقا من لشکر نمیخوام، اگه قراره بمیرم همینجوری میمیرم، اصلا نیازی به لشکر نیست که من لشکر ببرم میمیرم، به چخ میرم، تنها هم برم میمیرم، پس بذار به تقدیر خودم تنها برم. یه سپاه کوچیکی یه 10-15 نفر رو جمع میکنه میره به سمت زابلستان. پس تا اینجای قضیه حدود 30 دقیقه هم شده. پس تا اینجای قضیه ما اینو فهمیدیم که گشتاسپ یا گشتاسپ همچنان به خاطر حفظ پادشاهی باز هم پسر خودش رو در کام خطر و مرگ میفرست. و توی داستان بعدی شروع داستان نبرد اسفندیار و رستم رو خواهیم داشت. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه جایی من استاپ کردم یا جا انداختم ازتون معذرت میخوام. من سعی کردم در بهترین حالت ممکن داستان رو براتون تعریف کنم و نکات خیلی مهم داستان رو ازتون توقع ندارم که 100% بهش گوش بدید، ولی به عنوان یک داستان شنگول و منگول طور نیست، یک داستانیه که برای ما ایرانی هست و تمام ما شنگول و منگول حفظیم، ولی از
رستم و اسفندیار هیچ خبری نداریم. من تنها هدفم اینه که پس ذهنتون یه اسمی از این اسمها بیاد و یه ذره تو فکر فرو برید. همین و همین. دمتونم گرم. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. من یه چند دقیقه دیگه دوباره لایو استارت میزنم و میریم برای صحبت‌های خودمون. اگرم اذیتتون کردم معذرت میخوام. سعی کردم خیلی خلاصه وار بگم. دمتون گرم. من کامنت ها رو هم نخوندم به خاطر اینکه اگه کامنت بخونم 100% قاطی میکنم و نمیتونم ماجرا رو تعریف کنم براتون و سعی کردم بهترین نکات رو بهتون بگم، مفیدتریناش رو بگم، بهتریناش رو بگم. فردا ما استارت نبرد اسفندیار و رستم رو داریم. دمتون گرم. قربونتون برم. خداحافظ.